سورة الضحى، سوره ضحى. بسم الله الرحمن الرحیم. نامهای این سوره، یکی از نامهای این سوره ضحى است، چگونه که در اول این سوره و ضحى گفته شروع می شود و نامگذاری این سوره توقیفی است، یعنی که با کتاب و سنت نام گذاری شده است. با کتاب و سنت نام گذاری شده است. عدد آیات های این سوره 11 آیات است، یعنی از 11 آیات عبارت است این سوره مبارکه. و مرحله نازل شدن این سوره باشد در مکه مکرمه نازل شده است. در مکه مکرمه نازل شده است و ترتیبش باشد، ترتیب نازل شدنش، نازل شویش 11 سوره است. اما ترتیبش در قرآن باشد 93 سوره را در بر میگیرد. و موضوعات این سوره، سوره ضحى، این سوره مبارکه، از آیه اول تا آیه 5 بیان بعضی از حالت رسول الله صلی الله علیه و سلم و مکانت آن را بر ما ذکر یادآوری می‌نماید. اما از آیه 6 تا آیه 11 باشد بیان رعایت نمودن حق الله سبحانه و تعالی، بیان رعایت نمودن حقوق الله سبحانه و تعالی. و مقصد این سوره، سوره ضحى، حمایت الله سبحانه و تعالی و تربیت او سبحانه و تعالی پیامبرش را محمد صلی الله علیه و سلم در حیاتش و منت گذاشتن الله سبحانه و تعالی پیامبرش را با این وحی الهی و تذکیر و یادآوری و یادرسی الله سبحانه و تعالی بر نبیش صلی الله علیه و سلم به شکر بر این نعمت‌هایی که بر او عطا کرده و همچنین بر بندگانش که این نعمتی که الله سبحانه و تعالی بر بندگانش عطا کرده است شکر و سپاس و ستایش او را به جا بیارند. این است از مقصدهای این سوره مبارکه. اما غرضهای این سوره مبارکه باشد در بر گرفته است بیان شخصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم را، بیان شخصیت او صلی الله علیه و سلم را و ذکر یاد رسول الله صلی الله علیه و سلم از خردیش، از یتیم بودنش، از فقیر و نادار بودنش و اینکه الله سبحانه و تعالی او را یادرس نموده و او را غنی گردانیده و الله سبحانه و تعالی او رسول صلی الله علیه و سلم را احاطه نمود با رعایت و تربیت و اهمیت دادن بر او صلی الله علیه و سلم با یک عطای نیکویی در دنیا و آخرت و آنچه که الله سبحانه و تعالی برای این بنده اش آماده کرده است از نوعهای گوناگونی کرامت‌ها که بعضی از آن این شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، شفاعت عظما، شفاعت عظیم و خاتمه داده است این سوره را، این سوره مبارکه را با 3 وصیت عظیم در مقابل این نعمتایی که الله سبحانه و تعالی عطا کرد. 3 وصیت عظیم را هم پند و نصیحت داده، اینکه بر یتیمان مهربان باشد، بر محتاجان مهربان باشد و مسکینان هم دستگیر و نیکویی نماید. اما مناسبت این سوره باشد، مناسبت این سوره با سوره ما قبلش، هنگامی که سوره ضحى در شأن رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده بود و سوره لیل باشد که قبل از این است، ذکر و یادآوری می نماید. هنگامی که در سوره لیل بیان ذکر ابوبکر صدیق و آنچه که از سخاوتمندی و از نیکویی ها ذکر یادآوری شده است و این سوره ضحى باشد، از عقب این سوره بیان محمد صلی الله علیه و سلم و این سوره مبارکه چگونه که بیان کردیم با ضحى آغاز شده است، با آن نعمتی که الله سبحانه و تعالی بر بنده‌اش آماده کرده است و فرمود که ما ودعک ربک و ما قال، ای محمد که پروردگار تو را ترک نکرده است با سبب تأخیر آن وحی که بر تو شده است. و همچنین این سوره به اتمام یافت، آغاز آن به این بود و اتمام آن و اما بنعمت ربک فحدیث، و این که با آن نعمتی که پروردگارت که به تو ارزانی کرده است سخن بگوی را به اتمام یافته است. و این سوره مبارکه از آن سوره هایی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم معاذ را وصیت نمود. معاذ را وصیت نمود که این سوره را در نماز عشاء بخواند و در این سوره مبارکه لفظ الله ذکر یادآوری نشده است. و این سوره مبارکه بعد آن که وحی بر رسول الله صلی الله علیه و سلم قطع شده بود، بعد آن اولین سوره بود که نازل شد. بیان ذکر نعمت در اینجا. برای همین در اینجا فرمود که ما ودعک ربک و ما قال وللآخرة خیر لك من الاولى.
یعنی که در حال بودن آخرت بخیرتر است برای تو ای محمد و برای آن کسانی که از امتی تو هستند آخرت برای آنها بخیرتر و نیکومند است اگر که پندپذیر و پندگیر هستند و تو این آخرت رو تو اختیار کردی. مادامی که هر کسی که این آخرت رو اختیار کرد الله سبحانه و تعالی او را ترک نمی کند. و همچنین این سوره مبارکه، این آیه مبارکه بیان راهنمایی مؤمنان به سوی پروردگارشان هستند، قرب و نزدیکی به پروردگارش به سوی رب العالمین و توبیخ گوشزد برای مشرکان، آن چیزی که آنها این امر دنیا را دست گرفتن و آخرت خود را هم ترک کردند. برای می فرمود که و وجدک عائلا فاغنا، یعنی که و تو را فقیر و بی چیز الله سبحانه و تعالی یافت و با قناعت و صبر ثروتمند و دارایت گردانید. الله سبحانه و تعالی او رسول الله صلی الله علیه و سلم را از غنی ترین مردم قرار داد و از بزرگترین این غنی ها، این دارایی ها و این ثروتمندی ها قناعتمندی و صبر بود. غنای قلب، دارایی قلب، یعنی اینکه انسان اگر که برای او قناعتمندی را عطا کرد در قلبش، دیگر اهتمام رو بر این دنیا کم میکند، اهتمامش برای دنیا کم می شود. اما دارایی مال باشد، الله سبحانه و تعالی با واسطه خدیجه رضی الله عنها او را دارا و ثروتمند قرار داد و فرمود که و اما سائل فلا تنهر، اما گداها را، طلبنده ها را سر نکن، نران، بلکه بر آنها طعام ده و حاجت های آنها را نیز برآورده نما. اینم برای ما یک گوشزد پند میدهد. شخصی سوال کننده یا که شخصی گدا، طلبنده و فقیر است و سوال میکند، نباید بر او با اخلاق رذیله و پست روپرو شد و نباید او را نیز از خانه راند، بلکه به چیز کمی هم باشد او را باید قناعتمند کرد و او را بیرون کرد. اگر او را با نیکویی که تو عطا میکنی میدهی قناعت بندش نکنی یا که او را چیز ندهی، پس اقلا با سخن نیک او را از خانه‌ات بیرون کن، نه با سخن بد و رذیل. برای همین فرمود که و اما بنعمت ربک فحدث، یعنی با آن نعمتی که پروردگار برای تو عطا کرده است، ارزانی کرده است، سخن بگوی. یکی شکر و سپاس او سبحانه و تعالی را بجا بیار، بجا آوردن شکر او سبحانه و تعالی. و در اینجا الله سبحانه و تعالی در این سوره ضحی که فرمود و ضحی، الله سوگند یاد میکند، واوی قسم است که سوگند به وقت چاشت و مراد از وقت چاشت تمام روز است یا اینکه اولی صبح است بعد برآمدن آفتاب. الله سبحانه و تعالی بر روز قسم یاد میکند هنگامی که روشنایی پهن می شود. و ضحی و اللیل اذا سجى، و سوگند یاد میکند به شب نیز قسم یاد میکند، آن شبی که آن تاریکی که روشنی را بپوشاند. و الله سبحانه و تعالی به آنچه که از مخلوقات خود قسم یاد میکند قسم یاد میکند. اما برای مخلوق، برای انسان جایز نیست که به غیر او قسم یاد کند، قسم بخورد، چون این عمل قسم به غیر الله این شرک است. قسم خوردن به غیر الله این شرک است. الله سبحانه و تعالی به روز قسم یاد کرد و با آن تاریکی که روز را میپوشاند هم قسم یاد کرد و فرمود که ما ودعک ربک و ما قال، ای محمد که پروردگار تو را ترک نکرده است، پروردگار تو را ترک نکرده است با سبب آن تأخیر وحی که در آن مدت تو ندیدی، از آن روزی که بر تو اهمیت داد دیگر تو را ترک نکرده و از آن روزی که تو را تربیت کرده و بر تو وحی را فرستانید دیگر تو را به اهمیتی نکرده، بلکه هنوز هم تو را ای پیامبر پروردگار تربیت میکند و چی تربیت نیکوی تو را میکند و درجات تو را بعد از درجه زیاد کلان کردن و بالا کردن میگیرد. و ما قال، گفت در اینجا کم هم نکرده. و از آن روزی که الله سبحانه و تعالی ای محمد تو را یاد کرد تو را دیگر بر تو غضب نکرد. پس حال رسول صلی الله علیه و سلم در گذشتهش و در حاضرش کاملتر است و نیکوتر است و محبت الله سبحانه و تعالی بر رسول الله صلی الله علیه و سلم بر دوام است و در این درجات بالا رفتن گرفت. اما در حال مستقبل، حالت آینده باشد و فرمود که وللآخرة خیر لک من الاولی، البته آخرت برای تو بهتر از دنیا هست، البته آخرت برای تو بهتر از دنیا هست. و هر حالتی که تأخیر افتاد در این دنیا از این حالتی تو، آن دارای شأن و فضل است و هنوز هم رسول الله صلی الله علیه و سلم با درجات بالا رسیدن میگرفت و الله سبحانه و تعالی دینش را برای وی مستحکم گردانید و نصرتش داد بر دشمنانش و حالتش را خوب کرد.
حتی اینکه از این دنیا الله سبحانه و تعالی او را گرفت. رسول الله در طول حیاتش بر آن جایی، بر آن مقام رسید که هیچ کسی بر آنجا نرسید. از اولینا و تا آخر، از فضیلت ها، از نعمت ها، از نور چشم، از خوشحالی و خوشنودی قلب و چشم. سپس بعد این دیگر از حال او صلی الله علیه و سلم نپرس، از فضیلت ها، از اکرام او سبحانه و تعالی در این دنیا و آخرت، از نوعهای گوناگون نعمت ها. از برای همین الله فرمود در دام آیت که ولسوف یعطیک ربک فترضی، بزودی که پروردگار تو رو ای محمد از نعمت های گوناگون عطا خواهد کرد تا خوشنود و خوشحال بگردی. این امر است حتما که الله سبحانه و تعالی تو رو خوشحال و خوشنود خواهد کرد. سپس الله سبحانه و تعالی حالت خاصی را برای او ذکر کرد و فرمود که الم یجدک یتیما فآوی، ای محمد آیا تو را قبل از این یتیم نیافت و تو را جایگاه عطا کرد؟ تو را پیدا کرد الله سبحانه و تعالی در حالی که مادر نداشتی، مادرت گذشته بود، نه پدری داشتی، به درستی که پدر و مادر وفات یافته بودند که نفس خود را تدبیر کردن نمیتوانستی و الله سبحانه و تعالی این هنگام تو را یافت و تو را جایگاه مقام داد و تو را نگاه بین کرد و بابایت را برای تو مکلف گردانید و هنگامی که بابایش هم وفات کرد عمکش را ابو طالب را مکلف قرار داد. حتی الله سبحانه و تعالی دست او را گرفت و نصرتش داد و در اطرافش مؤمنان را نیز جمع کرد و فرمود که ووجدک ضالا فهدی، و تو را گمراه شده گمراه یافت و نمیدونستی که چی از کتاب و چی از ایمان، پس تو رو تعلیم داد و تو رو از آنچه که نمیدونستی تعلیم نیکوی داد و با نیکوترین عملها تو رو هدایت هم کرد. تو رو الله سبحانه و تعالی در حال پیدا کرد که نه خواندن را میدونستی، نه کتاب را میدونستی، نه ایمان را میدونستی و بر تو آن را تعلیم داد که قبل از این تو آن را نه کتاب و نه ایمان را چیزی را نمیدونستی و تو را الله موفق گردونید بر نیکوترین عملها و اخلاق و وجدک عائلا، و تو را فقیر بیافت الله سبحانه و تعالی، تو را فقیر به چیز پیدا کرد و با قناعت و صبر ثروتمند و دارایت گردانید. فاغنى، بر تو کشاد راههای خیر و شهرها و دیارها را برای تو کشاد و مال و ثروت دارایی این شهرها را بر تو آورد و نزد تو آورد و این ناقصی ها را از تو دور کرد، همه ناقصی ها را از تو دور کرد، برطرف ساخت و تو را بر بالاترین مقام غنی و دارایی و ثروتمندی رسانید و تو را کمک و نصرت داد و هدایتت کرد. پس این نعمتی که الله برای تو عطا کرد، پس در مقابل اون شکر و سپاس او سبحانه و تعالی را بگو. از برای همین در دوام فرمود فاما الیتیم فلا تقهر، پس یتیم را میازار، با او معامله بد نکن و قلبت را بر او محکم نکن، بلکه حاجتش را برآورده نما. فاما الیتیم فلا تقهر، پس یتیم را میازار، آزار نده، بلکه آن چیزی که از خود داری بر او بده، بر او آسانی بیاور. اگر چیزی نداری پس بر نیکویی و سخن نیکو بر او احسان و نیکوکاری نما. از برای همین داخل میشه در این مسئله های مالی، مسئله های علم. اگر با مال میتونی با مال کمک کن، اگر با مال نمیتونی با علم کمک کن، اگر با این نمیتونی پس با او با احسان روبرو شو. از برای همین معلم که تربیتگر است در هر فن دانشی که هست امر شده است بر نیکویی، بر خلق، بر آن کسی که زیر دست او تعلیم میگیرد باید اکرامش را مباشرتا نماید. این کمک یاری میرساند انسان را رسیدن بر مقصدش. با اکرام آن کسی که میتواند بر بندگان نفع برساند و بر شهر و دیار هم منفعت برساند. و در آخر فرمود که و اما بنعمت ربک فحدث، و از نعمت پروردگارت که به تو ارزانی کرده است سخن بگوی. و این دربر میگیرد نعمت دینی و نعمت دنیایی را نیز، هم نعمت دین را دربر میگیرد و هم نعمت دنیا را دربر میگیرد. فحدث، گفت الله سبحانه و تعالی را شکر و سپاس و ستایش نما به آن نعمتی که الله سبحانه و تعالی برای تو عطا کرده است. در این مصلحت است برای بنده، برای بندگان، و شکر و سپاس الله سبحانه و تعالی را بجا آوردن این دلالت بر آن مینامد که آن نعمتی که الله برای تو عطا کرد تو آن نعمت را با شکر و سپاس و ستایش و پروردگارت جواب گردانیده و همچنین محبوب گردانیدن قلبها با آن نعمتی که الله برای تو عطا کرده است، چون قلبها گردانیده شده اند
ба сӯи он чизе ки аз некӯиҳо ҳаст. ин аст баёни тафсири сураи дуҳо ки андар баёни он неъматҳое ки аллоҳ ба расули аллоҳ ато карда буд ёдовар мешавад ва моро ҳам ҳушдор медиҳад ки аз ин неъматҳое ки ато кард аллоҳ барои мо ва шумоён, аз он ҳам мо ношукрию носипос набошем, балки ҳамеша шукри он неъматҳое ки аллоҳ барои мо ато кардааст онро ба ҷо биёварем аст.